هیچ وقت ما فرزند شما در پهلوی شما تا روزی که هستیم خواهیم ایجاد 50,000 تومان. برادرای عزیز، اینجا 50,000 تومان است از جانب یک صاحبکاری بسیار غمخوار، بسیار دلسوز که به همگی معلوم است. هرچند نامش هم نمیگیریم، با اویله همین مصیبت زده که فرزندش در دریا غرق شده بود، حاضر میتیم برای خرجشون. در حق این صاحبکار هم دعا کنید، در حق این گذشتگی هم دعا کنید. هیچ وقت غمگین نشی. حبیب خدا را ببین که 6 تا فرزند با دستای خودش گل کرد. ان شاء الله سبب جنت رفتنتون میشود. خدا را شکر. شما زیر نشین، دعا بکنین. از همه بهتر با غم خوردن هیچ تقدیر تغییر نمییابه، او بر نمیگرده. بله، فقط در حقش دعا کنید، بهترین است. ایجاد 50,000 تومان از نام یک صاحبکار گیرین، خرجتون بکنین و چیزی لازم میشه رقمای ما در همین جیانتون هسته، با ما شما را خبر میگیرم. در حقش فقط دعا بکنین. میشه الان نگهبانتون باشه. ما همچون فرزندتون چه خدمتی که کرد ما در پهلوتون ما میریم، ما شما خیلی بعضی با ما خبرتون میگیریم. حتما حتما گپ زنین. آزاد چند رفتیم جو نیفتیم بیچاره پم بیا خونه ما میفتم کنین دورم جو میرم بچه‌م خاطر کنین می خونگی را خونه شونا یا بچه دورن واسه دورن بچه‌م دیدیم که تری بچه‌م میبه نیستود بیچاره پم بیا جبه وقتی خدا خونه دور دادن بیچاره بچه‌ش که بیا خونم جبه تو خونه افتان تا اون دیدم وقتی نه من نمیتونم خونه خودم نباشه چند جفتم از زمین رسیدم خونم با تا بچه‌م بشینم کنیم رفت تا تبدیل دوره موندم اینا اونجا خونم میولم کنم برای وقتی شما زیر نشین مادر جان، من خونه رو برای شما کمک میکنم و ان شاء الله صاحب خونه هم میشوین. شما برای این زیر نشین. میلاش بابا که بیچاره پام بیا خونه ما دبس خب فرزند پدر هنگی مادر ما کلون که بچه‌م بیا بیس بچه داشت چینا که یک جمله نشتگیم خیلی شکرم خدا بیچاره پام یا ایغام مرا یا سوختی بچه تا بیا بیس چند رفتم ما میگه قطعی میام خاکت. شما زیر نشین، ما تلاش میکنیم برای شما خونه هم میگیریم. من همچون فرزندتون تا روزی که هستم در پهلوتون نیستم. میلاش فقط دعا کنید در حق ما، برای همش زیر نشین. دنیا قیمتی خیلی خیلی دونه بدن بخش قبول کردن یک دونه 1000 دانه کنه خدا در رحمت خودش حاضر باشه. این نامه اماتون بعد سیروس دنیا بگیره. آمین. پروردگار پیغمبر خدا عیدست بگیره شفاعت. به هیچ تبدیل آمین.